افسانه ریشه دوستی. بود نبود، یک بوزک بود. بوزکی خوشدل و خوشفعلی آرام بود. روزی بر سرش ماجرای آمد. پوستش بیمار شد، یعنی روی آن دانچه ها پیدا شدند و به خارش در آمدند. بوزک بیچاره بی‌طاقت شده خود را اینجا میمالید و آنجا میمالید، به دیوار میمالید و به تنه درخت. از این خاریدنی ها و مالیدنی ها پشمش ریخت. بیچاره نمیدانست که چه کار کند. صاحبش که آدم خوب بود به درد او دوا جست. گفتند که در فلان جا یونچقزاری هست، بوز رو برد. بوز گل یونچقه بخورد صحت می شود. بوزک را صاحبش به یونچقزار برده سر داد. بوزک چند روز گول یونچقه خورد و صحت شد. بر روی پوستش پشم تازه سبزید. یک پگاه گوسفند پیدا شده به پل یونچقه در آمد. بوزک که اینجا را مال صاحبش میدانست، تا زان آمده شاخ زده گوسفند را راندنی شد. گوسفند گفت: مرا نزن ای بوزک، من بیمارم. گفتند که دوای درد من گل همین یونچقه است. این خیل باشد، بخور. گفت بوزک: صحت می شوی. من اینجا تنها زیغ می شدم، تو آمدی دیگر زیغ نمی شوم. بوز و گوسفند در سر این گفتگو بودند که از کجای به اسکنان یک گوساله آمد. جوره ها، گفت گوساله، هرچی صرف شدن گیرد تمام می شود. اجازه دهید من هم همراه شما بچرم. بعدی اون که یونچقه رو خوردیم، من شما رو به باغ شمال میبرم. آنجا پر از برگ درختهای شفتالوی و زردالوی و ناک و انجیر است. مزه کرده آنها رو میخوریم. یک روز علف یونچقه تمام شد. گوساله پیش پیش و هر سه راهی باغ شمال را گرفتند. رفته ایستاده بودند که در راه پوست گرگ را دیدند. این در کار می شدگیست. گفت بوزک: البته در کار می شود. گفت گوسفند: به زیر پایمون پرتفته بالویش خوب میکنیم. گفت گوساله. پوست را گرفته رفتند در سری صحرای خانه دیدند. از موری خانه دود می برآمد. دود را دیده بوز گفت: چای می جوشانند، من تشنه ماندم. اینقدر راه رفتیم، عرق کردیم، تشنه ماندیم. گفت گوساله. بوز و گوسفند و گوساله پوست گرگ را در تگ در ماندند و در را گشاده دیدند که سه گرگ نشستند. ترسیدند و گریختنی شدند. گرگ ها تبسم کرده گفتند: خوش آمدید مهمانان عزیز، درآیید، نترسید. شناس می شویم، چای می نوشیم، چک چک می کنیم. صحبت غنیمت است در این دو روزه دنیا. بوز و گوسفند و گوساله ناعلاج مانده در آمده به سری دسترخوان نشستند. یکی از گرگ ها که از دو گرگ دیگر کلانتر بود به شریکش گفت: همان دوتا رو از تاقچه گرفته به دست من ده. پدرم قصه خوان بود، از او قصه در یاد دارم. یک بخوانم و مهمان ها خرسند شوند. گرگ کلان دوتا را گرفت و نواخت و سرود خواند: این شاخ دراز از آن من، چشمانی بناز از آن من، دام و کلان از آن من، آرامی جان از آن من. آفرین، همیشه خوشبخت باش.
عمرت دراز، رزقت فراوان باشد. گفتند شریکانش. نوبت گرگ خردی رسید. من هم هنری دارم، گوش کنید. گفت گرگ خردی. وی دوتا رو گرفت و آوازش رو مهین کرده سرایید. بیش و خودم از آنی من، مغز گندم از آنی من. او هم از زبان شریکانش احسن و آفرین شنیده خرسند شد. بعد بوز دوتا رو گرفت و اول آهنگی پرتنتنه نواخت و بعد سرود رو آغاز کرد. روی سنگ گندم کاشتیم، یک تپ پوست گرگ داشتیم. از پوست بهره یافتیم، به پیشی در پرتافتیم. پوستی سه گرگه گیریم، پوستینی خوب میبوریم. آفرین دوست، زنده باش، میگفتند گوسفند و گوساله. گرگ کلان این سرود را شنیده خواطر شد و به گرگ خردی گفت برآمده بین پیش در چه پرتافته شده است. گرگ خردی پیش در پوست گرگ را دید و ترسیده گریخته رفت. بعد دوتار به گوسفند رسید. گوسفند به اسکنان درباره آن سرود خواند که چطور آن هر سه گرگ را داشته زده کشته پوستش را گرفتند. گرگ کلانی این سرود را شنیده به واهمه افتاد و به شریکش گفت برادرمان برنگشت، برآمده بین در تگی در یگان گپ است. این گرگ هم برآمده پوست را دید و رو به گریز آورد. نوبت به گوساله رسید. گوساله سرود نخواند ولی چنان با دبدبه نواخت که گرگ کلانی گرم شد و به اختیار بیرون رفت و پوست را دیده با تمام قوتش به سوی بیشه گریخت. خانه به بوز و گوسفند و گوساله ماند و این سه جانوری از چنگال گرگ ها رها یافته تا دمی که جان در تن داشتند از هم جدا نشدند. ما رو خطر و بیماری با هم دوست و قرین کرد. خطر و عذاب ریشه دوستی است، می گفتند گوسفند و بوز و گوساله به یار و آشناهایشان. انا همین بود افسانه ریشه دوستی.